کاران گرامی توجه بفرمایید، این آقا توی جایگاه اومده با پرسنل جایگاه خوشو بش کرده، یک دونه مشتری رو زیر سر گذاشته به جهت اینکه به اون نشون بده که جزء پرسنل این جایگاه همین ماشین تیبولی که داریم میبینیم. ایشون اومده رفته سراغ اون راننده تیبولی، ازش سوال کرده که خب من برات بنزین بزنم، اونم گفته آره. بعدش کارتش رو جابجا کرده، کارت بانکش رو، با توجه به اعتمادی که جلب کرده کارتش رو گرفته که کارت بکشه. همون وسط شروع کرده کارت رو عوض کردن. حالا من سرعتش رو مقدار میبرم جلوتر که به آخر کار برسیم. خب اینجا شروع میکنه کارت اون طرف رو میگیره، بعد همینجا کارت رو جابجا میکنه، یه کارت الکی رو اول با کارت اون خانم میزنه، بعد کارت جابجا شده رو به اون خانم میده و کارت جابجا شده رو اینجا میده به اون خانم، با توجه به رنگی هم که هم رنگ در بین کارتایی که انتخاب کرده بود. اون خانم که میره، ایشون هم بلا فاصله فرار میکنه.